در اینجا تا 3 سال پیش مال و گاو این مردم نگه داشته میشد. حالا این مکان دیگر از آن ساکنان نیست. مکان نگهداشت مال و گاو در دهه چوبک ناحیه همدان قرار دارد. اکنون آن مال اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است، اما ساکنان همدان تاکنون مال خود میدانند. با خود دیرکتور اگنتی نظیرزاده سبزعلی مراجعت کردیم، هم خطی هم خب دهانی صحبت کردیم در کابینت کاریش. او با ما وعده کرد که ما البته اومده بعد 2 روز این مسئله رو حل میکنیم. بعد وعده کردگی نظیرزاده سبزعلی علاقه 3 سال گذشت. تغییر در سال 2023 بعد بازداشت عیسی خالمدوف با گمان قاچاق مواد مخدر رخ داد. او در همین جا به پرورش چاروا مشغول بوده است. در برابر مال و گاو خود، مال و گاو ساکنان منطقه را نگه می داشت. همه را مقامات به حبس گرفتند. برادران عیسی میگویند که تاکنون نمیدانند که سبب حبس شدن مال و گاو و مکانهای آنها در چیست. ما واقعا خوجایی دهقانی داشتم، کشار داشتم. وقتی که هم تمام مقامات اومد همین چیزا میگه چیزای مدیر ایسا گفته گرفتنش، نگی چیزای مدیر ایسا نه، چیزای سال 87 ما فاید کاری دارم تو این چونی چاروداری اومدن مقامات هم چیزای مدیر ایسا گفته گرفتنش، این با چیزای با مدیر ایسا گفت داخل دار نیست، بعد سر سود هم نگرفتن هیچ. حالا خانواده خالمدوف ها در ناحیه همدانی میگویند که آنها سرگردانند. این خانواده میخواهد که مال گاوی آنها برگردانده شود. هم اولاد همش مال پرور اومده. ما 2008 دانمی چی سرچوبان بودم. 2008 تا 2023 بعد مقامات اومدن گفتن که همین مدیر سورا دستگیر کردن. ما نمیشه مولی مورا کجای مولی مردم چیزی که همیشه بود همش جمع گرفتن. هم که دعوا کردیم گفتیم که نه بابای علی ای نه عزت الله ای باید تگه ای هم مومن بود ذکر الله کی عبدالمجید مولیو بود گفتن چیزی مردم ابتین هم خودشون گفتن که چی میکنیم موجی صبح میکنیم و بعد میتیم. سود شهر دوشنبه سال 2023 خالمدوف عیسی را 15 سال از آزادی محروم کرد. در پایان حکم گفته می شود که دعواگران به سود عالی مراجعت کنند. خانواده‌اش گفت عیسی در آخر سخنش خواست که مال و گاو ساکنان به صاحبانشان داده شود. همین مال سنگی که در با ما تعلق داشت به خوجگی ما که یگان همین خوجگی ما هم آمده در همینجا کوش کردن و وابسته کردن که همه این مال و حالا کشیده گرفتن. هرچندی که ما هم گفت فهموندیم که این بیگان آخی خالمدوف عیسی تعلق نداره. انا کشروی و که ما در اینجا نشان دادیم در پایان علایده است. اما چیزای مثال بانومی خود شاید بانومی اویلا شاید. حالا دعوا سر صدها سر مالی میده و کلان می رود. برخی چوپان ها که مالشان را از دست دادند در اگنتی تامینات اموال مخصوص کار کرده ایستادند. همینجا مسکو است قطعی آشنا بودم در مورد مالیو زیاد چی جوش تنگ شد چی دوکه ما خیلی شد اومیم چی یعنی همین مدیر ده جوی خیلی شد و قطعی کار کرد اومیم قطعی همی کار کردیم یک سال یک سال بیا کار کردیم که قبیدن چیزای ما رو اومد ایده مقصد گرفت صبحت گرفت دارم صبحی آمد. برخی چوپان ها ففتیدند و برخی دیگر کار را بس کرده برآمده رفتند. دعوای ما احتمال تو اخیر امروز همینجا کار کرد گو مولش ندادن کسل شده اینجا رفت بالنیسه در غلطید و با جای گو مول شوتن بسترش ملیسه و چی بردن ترسوندنش ما نبودیم گذاشتن. برو همون خودشون گفتن که عادل همدانی دبرین ما مفتش داریم. ما مفتش در رفتیم بیانات دادیم گفتیم که ما نمخلی چورو داریم. در همون جام مراجعت کردیم که ما نمخلی چورو داریم. هفته این هم یک کم بغل این همه سری مگزین دمش نه 3 دانه بز داره با ما را نون میپه 3 دانه بز یامو را نگرفتن زاکیر 3 دانه بز یامو را نگرفتن کی با ما را نون میپزه زنیو. شکایت کنندگان زیادند و همه آنها ادعا دارند که مال گاوی آنها گرفته شده است. طبق یک رویخط شماره آنها به 46 نفر میرسد. اگنتی تامینات اموال مخصوص در پاسخ رسمی به رادیوی آزادی نوشت مال و ملک عیسی خالمدوف با قرار دادگاه مصادره شده به اختیار اگنتی گذرانده شده است. در پاسخ اگنتی همچنین آمده است به کی تعلق داشتن مال و ملک مصادره شده کار تفتیشات و دادگاه است و آنها در این باره معلوماتی بیشتر ندارند. این نهاد همچنین گفت دعوای این گروه شهروندان
سال 2024 از سوی دادگاه حربی ختلان بنابر اساس حقوقی نداشتنش قبول نشد. اجنسی تامینات اموال مخصوص نهاده می باشد که وظیفه‌اش تامین سربازان با لباس و خوراک است. حالا این افراد برای گرفتن مال و گاو خود به دادگاه عالی مراجعت کردند. آنها می‌خواهند که مال و گاوشان برایشان برگردانده شود. این افراد میگویند که به قانون باور دارند و عدالت پیروز خواهد گشت، اما تا حالا کسی به داد آنها نرسیده است.